ما تقریبا 3 ماه میشه اینجا، خود ما 8 ماه میشه آمدیم و حدود 3 ماه یا 4 ماه میشه این گالری را ساخته، مارک گالری را که در اینجا برفعل چون مالیه و امی نلوگ یا قیمت است به او خاطر ما جای خورتر کرا گرفتیم که البته به شیوای نو، به طریقای نو و دخترها و بچه ها افغانا و تاجیک ها همه اینجا می درس میخونن، اینا همه چیز یاد بگیرن و بتونن خود از اون برن چه کار کنن، چیزای نو و محیط به یک شیوه نو و یک دید نو همه چیز ببینن. در اصل استاد یک راهنماست. ما میگیم این رقم نه که این رقم کار کن، اون راهنمایی که ولی در خانه که برشان کارخانگی زیاد میدیم اونا کار میکنن، خودشان استعداد که دارن در درونشون اونا آهسته آهسته رشد کرده میرن، چون خدا در وجود هر شخص یک توانی خاص را داده. پس او به نیاز به چی داره؟ یک راهنما داره. وقتی راهنمایی میشه که این رقم نه که این رقم کار کن، بعد از راهنمایی خود از اینکه تمرین کرده میره آهسته رسیده میره. باز میگن که والا استاد رسید، در حالی که استاد یک راهنماست، اما چیزی که از خود شاگرد کار میکنه. این صورت پدرم است که من نقاشی کردم. پدرم را طالبا کشتم در افغانستان، چون من مجسمه و این چیزا رو میساختم، کارم رسانه‌ای شده بود من را نیافتند، پدرم را کشتن بود. ما مجبور شدیم تا تاجیکستان بیایم، فرار کنیم، اینجا بیایم چون کشورم زبان ماست، اینجا آمدیم زندگی